قبل از روی کار آمدن حکومت سرپرست یا امارت اسلامی، حدود 5000 پلیس زن در افغانستان در صفوف مختلف در حال انجام وظیفه بودند، از خلبانان زن گرفته تا کماندوهای ویژه. که پس از سقوط کابل در سال 2021 تمام نظام قبلی افغانستان از هم پاشید و حالا پس از گذشت 2 سال از حکومت سرپرست، وزارت امور داخله یک واحد جدید را به عنوان پلیس زن معرفی کرده است که پوششی کاملا متفاوت از پلیس زنی قبلی افغانستان دارد. جلوگیری از ضد آشوب اینا را یاد گرفتیم، بر ما خیلی مفید بوده. ما زیاد چیزا را یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم و در عین انجام وظیفه از این استفاده خوب کنیم. و بر اساس گفته‌های وزارت امور داخله، تعداد نیروهای جذب شده در این واحد بیشتر از 100 تن می باشد که آموزش‌های مانند سرکوب اعتراضات داخلی را آموزش دیده است. خواست ما از خانمایی که در صفوف پلیس سابق بودن عالی نیستن، باید همگیشان باید بیاین، هیچ کدام تهدید فشاری نیستن، باید پس در وطن خود خدمت کنه، به مردم خود خدمت کنه و کسایی که خارج از افغانستان رفته پیام ما ای است که باید پس در وطن خود برگرده. امی وطن ماست، امی خاک ماست، تا که ما خود ما وطن خود نسازیم هیچ کسی